پناه به خدا از این رقم یک چیزی که آدم به این گمان باشه که اسلام نمیتونه انسان تربیت بکنه، که انسان خود کاندید کنه که اسلام سرش تطبیق شود. هر کسی میگه جز اسلام را گرفته که به نفسش برابر باشه، سرش فشار نمیه، سرش زحمت نماشه. اما قسمتش چی میکنه؟ انتخاب میکنه که در اونجا راحتیش باشه، جانش گرم باشه، نانش گرم باشه، آبش سرد باشه. اون قسمت دین میگه به من. جایی که خدا گفته باشه که از گناه، از منهیات فاصله بگیرین، مسلمان دیگه نمیتونه این کارو بکنه. این پتانسیل، ظرفیت نداره. در غیر از اون میگه تعلیم اسلامی میتونه در انسان تغییر ایجاد بکنه، به شرط از اینکه نفر خود کاندید بکنه، زانو بزنه، بگه این تو بگو من اینمی کارا میکنم. کی خواسته که به هدایت برسه که اسلام نتونسته باشه و به هدایت برسه؟ طرف مقابل میبینی که سرکشی داره، طغیان داره و تن نمیته به احکام دین خدا. احکام دین خدا چیست؟ خدا میگه غیبت نکنین، خدا میگه شیطنت نکنین، تهمت نکنین، کنایه نگوین، به مردم نامای بد نگذارین، الکل استفاده نکنین، دزدی نکنین، در جامعه فساد نکنین، قتل نکنین و زنا نکنین. چی وقتی یک انسان میتونه از همه از این منهیات جلوگیری بکنه که خدا را بشناسه؟ در غیر از کل از این چیزا را که نکنی، خیلی چی میکنی؟ کل مزه و کل لذت زندگی دینمی گناه است و همه این لذت ها چیست؟ کوتاه مدت است، این کاذبانه است و این وقت میتونه یک مسلمان از این فاصله بگیره که خالق بشناسه. امروز شما میبینین از بزرگا پرسان کنی، یک 5 دقیقه حاجی صاحب راجع به خدا گپ بزن، حاجی صاحب میبینی 50 سال نماز خوانده، 5 دقیقه راجع به خدا گپ زدن نمیتونه. و این عینیت است. میبینی مشکل در کجاست؟ آسیب شناسی در کجا؟ شما باید آسیب شناسی کرده بتونین که واقعا 2 میلیارد مسلمان چرا امروز این رقم در بدر است؟ اصل عامل، اصل مشکلش در کجاست؟ پس تعلیم اسلامی میتونه که یک جامعه مهذب و با ادب بسازه، به شرط از اینکه افراد او جامعه زانو بزنن، افراد او جامعه آماده باشه که به گفت خدا بکنه. افراد او جامعه هم خدا میگه، هم نفس و شهوت میگه. و میگه که هم خدا راضی باشه، هم شهوت ما راضی باشه، خانه باشه. این رقم نمیشه دیگه. امکان داره که گروپ هم گل باشه، هم روشن چی باشه، روشن باشه. و یا این اتاق روشن است یا تاریک است، یا این گروپ چالان است یا خاموش است. مسلمان دیگه میگه هم نفس باشه، هم خدا باشه، هم شیطان باشه، هم خدا. نعوذ بالله. این رقم نمیشه دیگه. یا باید در دامان خدا باشی یا باید در دامان شیطان باشی. مسلمان چل و ول و فریب کاری را که هندو میکنه، کافر میکنه، هم او را میکنه، هم دایش چیز شعارش هم نیست که خدا از ما باید راضی باشه، جنت هم باید از ما باشه. در صورتی که عملش میبینی از کافر بدتر. علتش چیست؟ تن نمیته به او رقم آموزا. چرا در او رقم تعلیم اسلامی که انسان ساخته شد، سر انسان فشار میه، سر انسان زحمت میه، سر انسان خیلی فشار میه. همین چیزایی را، گناهی را که نام گرفتیم، امیره که به کسی بگی کمی را نکو، یک فشار میه. پناه به خدا به مو دلیل است کسی از این جلوگیری کرده نمیتونه. خدا میگه ولا تقربوا الزنا. خدا میگه مگم دوست دارید که خودتان گوشت برادرتان بخورین؟ میگه غیبت معادل به میسته که شما گوشت برادرتان بخورین. خدا میگه به یک زن پاک دامن میگه تهمت نکن. خدا میگه چشم چرانی نکن. خدا میگه یک نامحرم که باشه تو ذکور مؤمن باشی، میگه چشمت به زمین بسته کن. کی کارو میکنه امروز؟ خدا میگه احتکار نکن، خدا میگه رشوت نخو، خدا میگه سود نخو. همین ببینی مسلمان کل از میاره میکنه. به خاطر چی؟ که در این خوشی نفسش است و اگه بکنه در این زحمت نفس است. و به مو دلیل است مسلمان خود به تکلیف نمیته. که اگه به تکلیف بده، این دیگه یک توفیق از طرف خدا کار داره و یک هدایت خاص از طرف خدا کار. و دیگه ای که علم هم نمیفهمه همین فرمول از چی رقم است که چی رقم بتونه آدم در مسیر خوبی حرکت بکنه. به لطف خدای بزرگ عظمت این درس‌ها هم است که ما به طور علمی میگیم چی آدم بکنه که به خوبی برسه، چی باید آدم بکنه که با دکتر بودن، انجینر بودن، قاری بودن یک آدم با شخصیت مهذب بگرده. شما خودتان الحمدلله می تغییر و تحول در شخصیت و در دیدگاه خودتان دیده باشید.